به نام خداوند بخشنده مهربان. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز و ارجمند و تماشابینان کانال نجم تیوی. هر یک شما را به کانال نجم تیوی و برنامه ما خوش آمدید و خیر مقدم میگوییم و از درگاه خداوند عزوجل امیدوار هستم که هر یک شما صحت و سلامت هستید، مخصوصاً برادرانی که در غریبی هستند. برادران غریبی ما انشاءالله که خوب و سلامت هستند و دعا میکنیم که همیشه خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد. تماشابینان عزیز، آیا شما تصور میکنید که پادشاه به نزد غلام آید؟ آیا شما تصور میکنید که پادشاه کار افتاده غلام شود؟ بله، قصه امروزه ما و شما بسیار قصه عجیب و غریب است. سرگذشت یکی از بزرگان اسلام است که روز غلام بود. این قصه امروزه ما و شما سال 97 هجری رخ داده است. سال 97 هجری ماه ذوالحجه وقت حج، خلیفه مسلمانان سلیمان ابن عبدالملک همراه دو فرزندش به حج بیت الله زیارت خانه خداوند می رود. وقتی طواف خانه کعبه را ادا می کند، یکی از خدمتگاران خود را ندا می کند و می پرسد کجاست آن نفر؟ او می گوید در آن طرف مسجد است. و سلیمان ابن عبدالملک امیر المؤمنین همراه دو پسرش، همراه دو فرزندش به نزد آن نفر می روند. این لحظه بود که فرزندان سلیمان ابن عبدالملک به حیرت می آیند و فکر می کنند که کی باشد آن نفری که پادشاه نزد او رفته ایستاده است. اصلا نزد پادشاه می بیایند، نه اینکه شاه نزد نفری رفته باشد. آنها تعجب می کنند این بزرگوار کی باشد که پدر ما سوی او رفته ایستاده است. هنگام نزدیک می شوند، می بینند که یک نفر نماز خوانده ایستاده است. تصور کنید آن نفر چه شکل دارد و چگونه است. یک غلام سیاه پوست. میگویند که حتی چشمانش آلوس بود. وقتی پیران سالش کور گشته بود، نابینا گشته بود. پایهایش وقتی راه میگشت، پایهایش چلاق بود و میلنگید. مویهایش جنگله بود. نزد همان نفر سلیمان ابن عبدالملک می رود و انتظار می شود. وقتی آن نفر نمازش را به اتمام می رساند، سلیمان به نزد او رفته سلام می دهند. آن نفر به سلام خلیفه امیر المؤمنین علیک می گیرد. می پرسد ای امیر المؤمنین چه حاجتی دارید؟ آیا حاجت شخصی است یا با یگان کارهای دولتی، با یگان امور خلافت آمدید؟ سلیمان میگویند نه، سوالهای شخصی دارم. میخواهم چند حکم از احکام حج را از شما پرسم. تصور کنید این لحظه را. آن نفر میگوید شما باید اگر کارهای شخصی یا سوالهای شخصی از آن خودتان باشد، شما باید انتظار شوید. مردم در انتظارند و در قطار انتظاران استید. خلیفه می روند به قطار انتظار شوندگان انتظار می شوند و وقتی نوبتشان می آید چند سوالها را می پرسند، احکام فقهی حج را می پرسند و آن نفر هر یک جوابهایی می دهد که یا دلیل از قرآن یا از احادیث نبوی
با حجت و دلیل بیان میکند و جواب میدهد. سلیمان ابن عبدالملک تشکر گفته، سپاس و تشکر گفته از نزدش میبرایند. دو فرزندانشان در حیرتند که این سیاه پوست کی باشد که پدرم نزد او مثل یک غلام آمده سر خم کرده ایستاده در قطار منتظر شوندگان نوبت خود را گرفته انتظار شدند و اینقدر احترامش دارند. بله چنین است علم، بله چنین است اسلام. اسلام قدر اهل علم را، اسلام قدر آنهایی که فضل و فضیلت دارند آنها را دانسته است و همین طور کرده است. وقتی از نزد آن نفر دور می شوند، یکی از کارمندان خلیفه سخنورانشان ندا می کند و به مردم می گوید که ای مردم، در مکه بجز عطا ابن ابی رباح کسی حق فتوا دادن را ندارد. در مکه کسی بجز عطا دیگر فتوا دادن را، حق و حقوق فتوا دادن را ندارد. آنها در حیرت میمانند، میگویند پدر من آمده از یک غلام حبشی فتوا پرسیده ایستاده است و این نفر بجز عطا ابن ابی رباح کسی حق فتوا دادن را ندارد میگوید و از پدرشان پرسان می شود که برای چی این خیل گفته ایستاده است. پدر به سوی فرزندان نگاه می کند، میگوید فرزندانم، همان نفری که من به نزدش رفتم، همان نفری که شما مرا دیدید چگونه من با خشوع و با یک خواری و چگونه با عزت و احترام او را به نزدش در آمدم و از او سوال کردم، همان نفر عطا ابن ابی رباح بود. عطا ابن ابی رباح میگویند در آوان جوانیش غلام یکی از زنهای اهل مکه بود و وقتی خود را 3 تقسیم کرده بود، یکی برای خدمت همون صاحب زن و دیگر برای خداوند، 3مینش برای طلب علم. وقتی این حرص عطا را آن زن می‌بیند، حرص عطا را به طلب علم و دانش آموختن می‌بیند، عطا را از برای الله آزاد می‌کند و عطا ابن ابی رباح 20 سال فراش آن کس، جایگاه آن کس حرم مکه بود، نزد بیت الله بود و هر صحابه‌ای که در آن زمان بود از او طلب حدیث میکردند، دانش آموزی میکردند و در نتیجه یک غلام به این مرتبه سزاوار شد. یک انسانی که سیاه پوست بود، اسلام او را اینقدر عزیز کرد و خداوند او را، قدر او را اینقدر بالا برداشت و دانش آموختن او، علم او را عزیز گردانید و در نتیجه خلیفه نزد او آمده از او حاجتهایش را، مشورتهایش را، سؤالهایش را خاکسارانه پرسیده می رفت. و برای همین هم این تابعین بزرگوار به یک مرتبه سزاوار گشت که هنگام عبدالله ابن عمر، دانشمند بزرگوار صحابه ها، این دانشمند وقتی از مدینه به مکه می آیند، تمام اهل مکه جمع می شوند و سؤالهایی که نزدشان بود به عبدالله ابن عمر می پرسند، از عبدالله ابن عمر سؤالهای خود را می پرسند. عبدالله ابن عمر می گویند ای اهل مکه، من بر شما تعجب می کنم، چگونه شما در حالی که عطا ابن ابی رباح در بین شماست و شما آمده از من می پرسید. این بود فضل و فضیلت یک نفری که غلام بود و اسلام با علمش، با تقوایش، با خدا ترسیش، با پرهیزگاریش، خداوند قدر او را اینقدر بالا برداشت و این بود قدر اهل علم در اسلام.
دعا کنیم که خداوند عزوجل جامعه ما را قدردان اهل علم گرداند، قدردان دانشمندان گرداند و دانشمندان در جامعه ما همیشه قدر و قیمت آنها والا باشد. و الله حق سبحانه و تعالی را دعا کنیم که جوانهای ما را آن امکانیت هایی که مقایسه کنید، امکانیت هایی که ما و شما امروز داریم و امکانیت هایی که عطا ابن ابی رباح داشت. البته امروز ما و شما امکانیت های خیلی وسیع داریم و طلب علم باید کنیم جوانها و دانش آموزی کنیم و در جامعه ما صف دانشمندان زیاد گردد. خداوند یار و مددگار یکایک شما باشد.